بپرسم بپرس. تا حالا شده تو به یه نفر پیشنهاد بدی؟ بذار فکر کنم. این نه، ولی مثلا شده که نقد بدم ولی ندادم. تا حالا نشده که مستقیم پیشنهاد دادم ولی خب نقد دیگه دادم. همون یه تنابی رد و بدل کردی. خب شده آخرش؟ یعنی درست شده همه چی؟ آره. نه. خب بس انشالله بشه. تا حالا رفیقتو پیچوندی بری سر قرار؟ نه. باریکلا. تا حالا دست تو دماغت کردی؟ چی؟ تا حالا دست تو دماغت کردی؟ آره. خب من میشه دست تو دماغت این نکنی؟ یه سوالی بودم تو کم داشتم نوشتم. فوبیا داری؟ فکر کنم از بلند فوبیا که نیست ولی از بلندی خیلی میترسم. حالا گوشه داره درد با گوشه خودم میرم تو اینستاگرام خودم. تا حالا دزدی کردی؟ بذار فکر کنم. از مامان بابا هم قبوله ها؟ نه من از مامان تا حالا دزدی نکردم. زر. ولی نه فکر نکنم. نکردم ولی همه این چیزایی که دارم میگم من کردم ولی اون نکردم. باریکلا واقعا دختر خوبی ببین هستی. بچه بودم فکر کنم کردم. نه دیگه ببین مامان بابا رو هممون زدیم یه بار شده همیشه. آره صندوق صدقات خونه رو من خیلی میزدم. 6 سالم 7 سالم بود. هی بابا یادمه بابام صندوق صدقات روزی 10,000 تومن مینداخت به من 5 تومن میداد برم مدرسه. از همون اول فرق میذاشت. تا حالا با دوستت رفتی جایی ولی از تیپش خجالت بکشی؟ نه من آره. فکر کنم یا خدا این موقع شب بذار یه دقیقه ببینم کیه. الو چرا هیجان به خدا به مردم میده. شما سوال بعدی بذار بپرسم. تا حالا از بابای رفیقت خوشت اومده؟ نه ایو. نه ببین همچون بگی وای چه بابای کراشی همین. نه ای من باباهای رفیقام سال نیدم. دروغ میگی به خدا دروغ میگی. چرا به علی دروغ میگی؟ دختری؟ اوه شکست عشقی خوردی؟ خارمو چرا؟ فیش پا نمیده. چی؟ پا نمیده. کی پا نمیده؟ همون کفیش. داشت هر راهی یک چیزی داره دیگه پس سعی کن. تو خودت الان دوست دختر داری؟ من شاید باید نشم این 3 ساعت پیش کات کردم ولی خیلی خوشحالم. خوشحالم و مشاوره نده تو خودت ریدی. داشت من خودم کات کردم خوشحالم از این موضوع. خب کردی ول کردی آشا. یه گازه دیگه هم کردی ولی بریم سراغ بعدی اونم بکنیم خاک تو سرتون کنن. شما بچه کجایی؟ تو اعتماد دخترها باید به ما که بچه های خوبی هستیم پا نمیده. نه من همچه آدمی نیستم. بله شما درست بفرمایید. بچه کجایی؟ اصفهان. ایول جای خوبی هم هست. میخوای؟ درس چه میخوای؟ لنگ کفش انداختی تو درم. نه گفتیش حال گونده است. نه این قده. آره خدای کلی اینو خیلی خوشمزه. حیف بچه محلمون نیستی من یه نمرات میوردم در خونت. یه روزی میاد که میرم و بینازم کوالیتی. خیلی خرید. نه بابا این زنه داره میخونه هم نره خرش هستم اینجا. چی میگی؟ این هم حرفیه. والا یوتیوبری بچه ها؟ نه ما استریمریم. آره خداییش به سیستون هم میاد قیلیون و بنده و بسات پشمام لاک پشت اینجا. نه لاک پشت اینجا که چیز کنه فقط اینک هم داره. خوبی؟ دانشجو این درسته؟ خدا بس دیگه. سلام چطوری؟ خوبی؟ قربونت چیکار کنم؟ داشتم من مسخره می‌کنم داشت همون یوتیوبری دختری به خدا اصلا تو دهال آخه این درست خدایی مرگ دیگه میزنی چطوری کرد ما آخرش رد دادیم به همه چی قبل از اینکه لوت بشی مثل یه خانم چادری بودی والا خب چه میدونم والا چند سالت پسرم فردا که پنجشنبه هست اگه نمیدونستی دومم بچه خیلی رفته بزرگ شده سومم درس نمیخونم اصلا تو جیب خودمه خرجیتم میدم عزیزم که بیام خونتون میخوام به خرجت میکنم زکا زنده بال بچه اسفانی آره تو چی؟ اسفانم دیگه بابا بنازم کجا باشه خوبه؟ تو قلبم با تو که بیشتر جماعت داری دیگه عزیزم کیه که ماچ کنه ای بابا نگو حرفارشون یه دیگه آخی ازم کف دست گذاشتم برم چه وقتا راست میگی.
کف دستم بود یه دوره دیدم فایده نداره دارم آب میشم. چشات نه اون به خاطر یه چیز دیگه است عزیزم. ما میزنیم. مامانت کجاست؟ مامانت کجاست؟ هم تو اتاقش بابات کجاست؟ بابا من داره بیرونه؟ نه بیرون از اصفهان اصلا چرا اینا رو هم به تو میگم چه کجایی من دوست دختر میخوام چند سالته چجوریه همه یه بچه ای تو؟ چرا الان این سوال رو داری پرسی